سلام و خسته نباشید دوستای عزیز. خوش آمدید به چینل افغان ولاگ ها. ویدیوهای جدید مرا از چینل افغان ولاگ بیننده باشین. دیگه لایک و سابسکرایب یادتان نره دوستای عزیز. از من حمایت کنین تا بتونم ولاگ های بهتری را به شما تقدیم کنم. دیگه ای هم از ولاگ جدید ما که ما و خواهرم بیرون شدیم و حرکت کردیم به طرف کلینیک. دیگه اونجا کمی خواهرم مشکل داشت، رفتیم کلینیک، منتظر موندم تا خواهرم خلاص کنه و کارش. بعد از او حرکت کردیم به طرف بازار و چیزها و ضروریاتی که ما داشتم از اونجا بتونم به دست بیارم. و ای هم شکک که در کلینیک بود، هر چی که من طرفش سعی میکردم شکک هیچ طرف ما سعی نکرد. دیگه ای هم از منتظر ماندنم و دیگه اونجا زیاد منتظر ماندم تا کارش خلاص شد و حرکت کردیم به طرف دیگه بازار و کارا و ضروریاتی که ما داشتم خلاص کنیم. و دوستای عزیز، این پشکک آمده نخوی هیچ طرف من آمد، حتی سیل هم نمیکرد طرف من. دیگه نفهمیدیم این پشکک ایمه چی مشکل داشت، اما زیاد قندول بود واقعا. دیگه از اون حرکت کردیم آمدیم به طرف رستوران بلانی دیگه که یک چند دانه بلانی نوش جان کنیم. بعد از او باز بریم به طرف بازار. و بلانیایی که این رستوران میده در کارت 4 است، واقعا مزه‌دار است. ما از شار نوام خوردیم اما به اندازه که این مزه‌دار است اونجا نیست. این رستوران زیاد مزه‌دار پخته میکنه دوستای عزیز، حتما یک بار بیاین و امتحان کنین. دیگه اینجا دوغ هم گرفتیم، بلانی هم گرفتیم. دیگه بلانیاش واقعا مزه‌دار است، گرم و داغ و مزه‌دار. دیگه امو لحظه براتان پخته میکنه، گرم گرم براتان میاره. بلانی کچالو گرفتیم، بلانی کدو گرفتیم و بلانی ماشی گرفتیم. و از هر آن چیزی که بخواین براتون بلانی آماده میکنه، حتی از گوشت هم بخواین براتون بلانی آماده میکنه. و این هم از دوغش که واقعا دوغ مزه‌دار میده. دیگه یک دوغ تیره و مزه‌دار و دیگه وطنی. این بلانی که زیاد مزه داد دوستای عزیز. من هر باری که کارت 4 برم حتما رستوران بلانی دور میکنم و از بلانی کچالو بلانی کدو حتما نوش جان میکنم. دیگه اینجا غذای ما تمام شد، حرکت کردیم به طرف بازار و چیزایی که ضرورت داشتم خواستم بگیرم. و دوستای عزیز، در راه وقتی که طرف گل فروشی می رفتیم، من یک چند دانه گل کار داشتم و در راه یک دکان بسیار مقبول دیگه سر راه ما آمد و اونجا بسیار چیزای مقبول داشت. وقتی من داخل شدم بیخی حیران مونده بودم. دیگه بسیار چیزای دیزاینی مقبول به خاطر خانه، دیگه آینای بسیار مقبول، شمعدانی‌های بسیار مقبول داشتن. دیگه تمام ضرورت خانه را واقعا داشتن و از هر آن چیز و بسیار مقبول بود. تابلوهای بسیار مقبول، گیلاسای بسیار مقبول دوستای عزیز، گلدانای بسیار مقبول داشتن. دیگه از هر آن چیزی که به یک خانه و به دیزاین خانه بود واقعا داشتن و مقبول بود. این هم از ظرفایش، از همه چیزش. دیگه خواستم به شما گفتم ویدیو بگیرم، میشه شما هم خوش کنید. دیگه اگه خواستین باز آدرس شما براتان میمانم، دیگه میتونین برین ببینین. دیگه از چیزای مورد چیزایی که نیاز دارین میتونین از اینجا تهیه کنین. و اون تابلو گکاش که سیاه و سفید بود واقعا مرا خوشم آمده بود دوستا. من 2 دانه از او به خودم گرفتم. دیگه یه هم از شمعدانیاش که واقعا مقبول و دیزاینی و زیبا بود که به هر خانه و به هر جای آشپزخانه، خانه، داخل اتاقا، به هر جای کار از دوستای عزیز. دیگه قوطی های توفه هم داشتن، دیگه به خاطر توفه، به خاطر سالگیره. دیگه اگه بخواین به کسی بتین واقعا زیبا و مقبول بود همه چیزش. یه هم از گودیگکایش، گودیگک هم بسیار زیاد مقبول بود. از اینجا دیگه حرکت کردیم رفتیم به طرف گل فروشی، گل فروشی های پل سرخ دیگه که واقعا گلای مقبول دارن. اینجا آمدیم به گل فروشی ها. دیگه هوام سرد بود، کلک های بیچاره یکم پژمرده شده بود.
دیگه یک چند دانه گلی که ضرورت داشتیم از اینجا گرفتیم. بعد از او حرکت کردیم رفتیم دیگه از این دکانه کم انرژی الکوزای گرفتیم به خود ما دیگه. دوستای عزیز ولاگ های مرا بیننده باشین. از چینل افغان ولاگ لایک سابسکرایب یادتان نره دیگه. مرا حمایت کنین تا بتونم ویدیوهای بهتری به شما تهیه کنم. تشکر از همتان.